آدمی که الان 230 میلیارد دلار ثروت داره یه روزی تو KFC هم استخدام نشد. جک ما معلم زبان انگلیسی بود که توی شهر هانگزو چین ماهی فقط 12 دلار حقوق میگرفت. برای پیدا کردن یه شغل بهتر به 30 تا شرکت مختلف تقاضا داد و همشون ردش کردن. So I applied jobs for 30 times. حتی وقتی که KFC تو شهرشون شعبه زد از 24 تا متقاضی فقط این رد شد. 23 people accepted. I was the only one guy. این آدم اومد توی خونهش یه شرکت اینترنتی زد و امروز علی بابا بزرگترین شرکت آنلاین آسیا هست. جک ما راز موفقیت خودش رو قانون 2-1-3 میدونه. 2 سال یادگیری، 1 سال تمرین و 3 سال تلاش برای رسیدن به موفقیت. این قانون توی ایران هم جواب میده. اگر میخوای اطلاعات بیشتری دریافت بکنی هر کامنتی میتونی بذاری تا توضیحاتش رو توی دایرکت براتون ارسال کنم.